بیننده های عزیز تیوی چینل پیوی، سلام به همه شما. ارزومند هستم با خانواده ها و دوستانتان در این دنیای پرتنش مسئول و آرام باشید. همه میدانیم که دهه اول ثور است و در ثور حوادثی در افغانستان به وقوع پیوسته که تعداد خاطرات نیک دارن از آن حوادث و تعداد هم خاطرات بد و منفی دارن از آن حوادث، به منظور این که ما و شما جزئیات برخی قضایای مربوط به هفتم ثور و هشتم ثور را بیشتر بدانیم. یکی از معززین افغانستان را دعوت کردیم که با ما و شما در برنامه تشریف داشته باشند. ایشان جناب همایون تاج، مدیر مسئول نشریه محبت هستند و در عین وقت باید عرض بکنم که یک شخصیت دانشمند و پژوهشگر کشور ما و شما هستند. جناب تاج صاحب خوش آمدید. سلام و احترام خدمت شما جناب دکتر سید واقفی و بیننده های محترم. ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. سلامت باشین. بسیار تشکر جناب تاج صاحب. شما به حیث یک شخصیت علمی و پژوهشی و مبارز افغانستان اگر لطف کنین در مورد چگونگی پیدایش و ایجاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بالاخره در 7 ثور 57 قدرت را به دست گرفت و چند سال حاکمیت داشت، اگر لطف بکنین از اینجا شروع بکنیم، توضیحات داشته باشین. تشکر. گپ بسیار خوب است. ما فکر میکنم که پیش از اینکه ما با تاریخ تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان بپردازیم، شاید لازم باشه که با پیشینی زمینه های تشکیل یک حزب سیاسی هم یک نگاه بیاندازیم تا پیوند از او با وضعیت کشور، وضعیت سیاسی در کشور و نیازهایی را که نیاز زمان بوده برای ایجاد یک چنین حزب او را به صورت نسبتا منطقی ارائه کرده دانسته باشیم. ما اگر شروع بکنم که بعد از حصول استقلال افغانستان، استقلال سیاسی افغانستان، زمینی ازی فراهم شد در افغانستان که یک مقدار مردم افغانستان با وجود عقب‌ماندگی، فاحش اقتصادی و پسماندگی های دیگه یک نفس آزادتر بکشن. بله سیب، این دولت تحت رهبری امیر امان الله خان که یک پادشاه دموکرات و صلح طلب بود و میخواست که افغانستان به راه ما هستم اینجا امروز بسیار شدید باران و پیشرفت هدایت بکنه. در این مدت، در مدت کوتاهی که او زمام امور کشور به دست داشت، کارهای اساسی را میترسم راه عمران کشور به اصطلاح فراهم‌آوری زمینه‌های رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت. اما متاسفانه دوره امانی بسیار کوتاه بود. همونطور که شما در تاریخ میدانید بنابر دسایس داخلی و خارجی، عمدتاً خارجی ها که در پشت دست انگلیس ها بازتر بود، حکومت از او مجبور به سقوط میشه و او آزادی های نسبی که برای مردم افغانستان ودیعه شده بود از بین میره. در آوانی که امان الله خان در قدرت است، جنبش مشروطیت اول که در زمان عبدالله خان سرکوب شده بود دوباره نمو میکنه و تقریبا به نام دوره مشروطیت دوم در پالوی امان الله خان که خودش یک مشروطه خواه بود در زمان خود به همکاری میکنن. اما با سقوط حکومت امانیه جنبش مشروطیت دوم هم سرکوب میشه، مخصوصا با آمدن حکومت نادرخان و به تعقیبش صدارت هاشم خان یک دوره اختناق سیاه در وطن حاکم میشه
تمام حرکت های سیاسی ممنوع و سرکوب میشن. فعالان جنبش مشروطیت دوم در زندان ها و در سیاهچال ها میفتن، بیشتر از اینا فیزیکلی از بین میرن و تا بالاخره که وضعیت در سطح دنیا تغییر میکنه، جنگ جهانی دوم با وقوع میپیونده و در نتیجه بعد از ختم جنگ جهانی دوم جغرافیای جهانی کاملا متغیر میشه، هم جغرافیای طبیعیش و هم جغرافیای سیاسیش. در این زمان است که دنیا با تقریبا به دو قطب تقسیم میشه: جهان سرمایه‌داری تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و اردوگاه جدید تشکیل سوسیالیستی که قبلا اتحاد شوروی ایجاد شده بود. طبعا با پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم اردوگاه سوسیالیستی ایجاد میشه که این دو قطب در رقابت با هم در سطح دنیا مبارزه میکنن. در اثر انکشافات جهانی، افغانستان که خود یک کشور عقب مانده و محتاج به کمک خارجی می باشد در طول تمام دوران گذشته خود، برای اینکه زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان چی در دوران حاکمیت و اگرچه گفتن نمیتونیم استعمار انگلیس، برای اینکه هیچگاه در افغانستان استعمار مستقیم وجود نداشت، اما می که باعث یک کشور حائل بین دو قدرت بزرگ از رقابت‌های دوران استعماری بهره کافی برده نتونسته بود، در یک عقب ماندگی اقتصادی قرار داشت. بنابراین این افغانستان ناگزیر است که به کمک‌های خارجی چشم داشته باشه. بعد از جنگ جهانی دوم ناگزیر بود که بر دریافت چنین کمک‌ها از لحاظ شکلی و وضعیت کشور هم همسو با تحولات جهانی بسازه. به این خاطر است که حکومت هاشم خان با برادر دیگه‌اش، هرچند برادر اندر است، شاه محمود خان، تعویض میشه و دربار میخواد در چهره شاه محمود خان یک حرکت نسبتا دموکراتیک نشان بده. با آمدن شاه محمود خان آزادی های نسبی، فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم داده میشه، هرچند از لحاظ قانونی در چوکات کدام قانون این انعکاس نیافته. یگانه چیزی را که قانون برشان اجازه میداد مسئله انتخابات بود. برای اولین بار در افغانستان انتخابات شورای ملی راه اندازی میشه، انتخابات انجمن‌های بلدیه راه اندازی میشه و برای اولین و آخرین بار در تاریخ افغانستان شهردار کابل یعنی شاروال کابل انجینر غلام محمد فرهاد از طریق رأی مردم انتخاب میشه و به کرسی شهرداری میشینه. و به ترتیب در دوره هفت شورا شماری از روشنفکران تحول طلب مانند میر غلام محمد غبار، مانند دکتر محمودی، عبدالرحمن محمودی و شمار دیگه در شورا رای میارن و زمینه فعالیت های سیاسی بیشتر میشه. هرچند قانون احزاب وجود نداره، اما گروه های سیاسی گردن جمع میشن، در درون خود حزب میگن، اما در بیرون اینا را به نام جمعیت یاد میکنن که مشهورترین از اینا جمعیت وطن است، ندای خلق است و ویسیل میان که این ثبت تاریخ است. به هر صورت این دوره به نام دوره مشروطیت سیوم در تاریخ ثبت میشه. متاسفانه این دوره هم بنابر وضعیت نامساعد که در افغانستان نوز گرفته، مو عقب ماندگی قرون‌وسطایی اقتصادی، فرهنگی و سلطه دربار بالای تمام بخش‌های زندگی جامعه، جناح راست دربار از این پیشرفت‌ها و از این دموکراسی در هراس میفته و حکومت شاه محمود خان مجبور به استعفا میسازن و به جای از او نماینده جناح راست دربار که برادرزادهشان است، سردار محمد داوود، در رأس قدرت قرار میگیره و ایستادن. شما ببینید که در این دوره ما فقط از صدر اعظم ها صحبت میکنیم: سردار هاشم، سردار شاه محمود خان سپهسالار و سردار داوود. یعنی از خود ظاهرشاه به حیث پادشاه که مسئولیت اول در افغانستان داشت هیچ گونه یادآوری صورت نمیگیره. به این علت است که نقش از او متاسفانه در رهبری دولت در زیر سایه عبدالزاده‌اش به اصطلاح قرار گرفته بود.
بله. به هر صورت با آمدن داوود خان یک بار دیگه یک دوره سیاهی اختناق در فضای سیاسی کشور حاکم میشه. اما آزادیایی که داده شده بود او از بین میره. فعالان سیاسی مشروطیت سیام به صورت بسیار گسترده و واسع زندانی میشن. عذابشان و یا جمعیت‌هایی که ایجاد کرده بودن و غیر قانونی اعلان میشه و جنبش در مجموع یک بار دیگه به رکود می‌افته تا بالاخره که ظاهر شاه در نتیجه شاید بصیرت خودش بوده باشه و یا همکاری یک گروهی از تحول طلبان اطراف دربار بوده باشند که و یا تقاضای زمان که وابستگی‌های افغانستان هم تو پیشتر عرض کردم به کمک‌های خارجی بود که باید وضعیت عیار می‌ساختن به این کمک‌ها. می‌خواین در افغانستان یک نوع دموکراسی را ایجاد بکنن و تاریخ گواهی از اوست که این تحول خود داوود خان هم احساس کرده بود. برای اینکه او در این حرکت آمدن یک دموکراسی یعنی یک قانون اساسی که در اینجا بتونه که فعالیت احزاب سیاسی را اجازه بده، انتخابات پارلمان باشه، پارلمان ایجاد شود و با مو ترتیب یک شبه دموکراسی را در افغانستان به وجود بیارن و به می ترتیب است که در سال 1964 اولین قانون اساسی نمیتونیم اولین قانون اساسی دوره ظاهر شاه به تصویب میرسه. بله. واقعا این قانون اساسی در شرایط خود در زمان خود یکی از قوانین اساسی میتونیم خوب منطقه بود. درست. منتها چیزی که در این صورت میگیره شاه یک مقدار هوشیاری به خرج میده و او بخشای قانون اساسی را که زمینه بازگشت دوباره داوود خان به قدرت در دو وقت داوود خان طبعا استعفا داده بود که زمینه انتخابات وقتی که انتخابات شد از طریق یک حزب در انتخابات شرکت بکنه و باعث صدراعظم انتخابی دوباره بشه و اما در قانون اساسی طور عیار میسازن که یک ماده را میارن که هیچ کس از افراد وابسته به دربار حق رهبری دولتی را نمیتونه داشته باشه، یعنی در رأس حکومت قرار گرفتن نمیتونه و این مانع برای آمدن داوود خان به قدرت دوباره میشه که خود از یک پوینت است که در آینده نقش دوباره داوود خان برای ظهورش در صحنه سیاست افغانستان در یک دهه بعدتر تسجیل میکنه دیگه به اصطلاح. بله. خب با نافذ شدن قانون اساسی واقعا حرکت های دموکراتیک صورت میگیره، مطبوعات نسبتا آزاد میشه، آزادی بیان و فعالیت های سازمان های سیاسی هرچند تا در این وقت هم هنوز قانون احزاب وجود نداشت، پاس نشده بود، از پارلمان تیر شده بود اما شاه توشیح نکرد تا آخرین مرحله که تا پایان دهه دموکراسی بود قانون احزاب توشیح نشد از جانب شاه. اما احزاب با فعالیت سیاسی شروع کردن که من جمله حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و سایر احزاب که با مفکورهای نسبتا چپراوانه و انقلابی بگیم مانند حزب دموکراتیک نوین بود که پس آن به نام شولیه‌ها مشهور شد. احزاب دیگه احزاب ملی مثل مساوات و صدای عوام و یک تعداد حرکت‌های دیگه ما نمیتونیم که نادیده بگیریم که با آماده شدن چنین فضای فعالیت‌های سیاسی نیروهای سیاه هم آرام نشسته باشن. نه، اونا هم موازی با حرکت جنبش چپ در افغانستان حرکت‌های خود آغاز کردن، مخصوصا از پانتون کابل و شانه به شانه فعالان جنبش چپ فعالان راست هم فعالیت خود را آغاز کرده بودند. ما با یادآوری این پیش زمینه میخواستم یادآوری بکنم که پیدایش حزب دموکراتیک خلق افغانستان نتیجه زمینه های سیاسی بود که پیش از دوران استقلال افغانستان تا به این وقت آماده شده بود و یک شاهد دیگرم یا یک دلیل دیگرم میتونم براتون عرض بکنم که شما در
زمان تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان چهره های را پیدا میکنین که در دوران مشروطیت دوم و مشروطیت سوم نقش داشتند. مثلا شخص میر غلام محمد غبار، ببرک کارمل و خانواده محمودی و به مو ترتیب بازمانده خانواده های اکثر فعالان مشروطیت سوم در ایجاد و در فعالیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخصوص و حزب دموکرات نوین که شولی جاوید بود، اینا از چهره‌های بارز مبارزین دوران خود بودند. درست. با مترتیب از ویسلمیان خود نور محمد ترکی که در ویسلمیان فعال بود، هم از چهره‌های سرشناس مشروطیت سوم شمرده میشه. به این ترتیب ایجاد شدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک نیاز زمان و یک حرکت طبیعی جنبش در افغانستان بود که اگر ای به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان تصور بکنیم، اگر به میان نمیامد، حتما باید یک چیز در امی زمان شکل میگرفت با چنین خواستا و یا مشابه با چنین خواستا و اگر با مرام 100% حزب دموکراتیک خلق افغانستان با مرام مشابه به خاطر دادخواهی و عدالت و ترقی در کشور. خب حزب توانست در مدت 14 سال فعالیت سیاسی خود پیش از هفت ثور به صورت بسیار وسیع در جامعه چنان فعالیت انجام بده که سطح شعور سیاسی بالا رفت. جنبش روشنفکری واقعا در یک رشد بسیار کیفی خود قرار گرفت، مخصوصا در شهرها. روشنفکران شهری چی اهم از مسئولین و شاگردان مسئولین پوانتون شاگردان معارف، خود روشنفکران شهری، مامورین پایین رتبه، زحمتکشان، هم از اینا با حرکت‌های تحول طلبانه امو زمان هم سو بودن و این همسویی از اونا را، اشتراک از اونا در تظاهرات و در نمایش‌های خیابانی که از جانب احزاب سازماندهی میشد با وضاحت میتونست احساس بکنه. طبعا در مقابل از او دربار هم آرام ننشسته بود، اونا هم احزاب رقیب ایجاد کرده بودن تا بتونن که نفوذ خود را هم در جامعه حفظ بکنن. و همونطور که ما پیشتر عرض کردم، احزاب دسترسی هم فعالیت خود شروع کرده بودن و موازی با جنبش چپ، جنبش راست هم رو به پیشرفت بود. چنانچه باز نتایج از این ما بعد از سقوط سلطنت، آمدن جمهوریت داوود خان و بعدتر از او تا و امروز میتونیم که مشاهده بکنیم. یکی از دستاوردهای بزرگ حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحول هفت ثور است. بله. هرچند در رابطه با چگونگی این رویداد حرف و حدیث‌های بسیار فراوان گفته شده، مخصوصا از طرف مسئولان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مسئولان من منظورم است که هیئت رهبری حزب از اون زمان و مسئولان درجه اولی که بعداً در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسئولیت داشتن، که نوعی از که بعضیا او رو به نام کودتا یاد میکنن، بعضیا او رو به نام انقلاب یاد میکنن، بعضیا به نام دیگه. اما این حقیر بعد از جستجوهایی که من در رابطه با تعریف انقلاب و کودتا و تحولات بنیادی سیاسی داشتم، ما به این نتیجه رسیدم که رویداد هفت ثور یک رویداد بود که مجموعه امی تعریف ها را در خود داره. اگر کودتا بگوین، چون یک قیام نظامی بود و قدرت سیاسی را از یک گروه گرفت و گروه دیگر تسلیم کرد، حرکت کودتایی. اگر ایران انقلاب بگوین، انقلاب هم بود، برای اینکه بنیادهای روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را دگرگون ساخت. این تعریف انقلاب است. بسیار تعریف ساده است. اگر تحول طبعا یک تحول بزرگ و عمیق اجتماعی سیاسی در جامعه صورت گرفت. اینم بذاریم به مزه دان هر کس که دلش میخواد چگونه نامگذاری بکنه.
اما ما شخصا به فقط تحول هفت ثور میخوایم خطاب بکنم، نه بالاتر از اون. پرداختن به حوادث بعد از هفت ثور خودش یک فصل دیگه است که هرگاه علاقمندی وجود داشته بله اگر لطف بکنین جناب تاج صاحب، تشکر در رابطه با توضیحاتی که ارائه کردین برای بیننده ها. اگر لطف بکنین هر مختصرا در مورد کارکردهای عمده دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان توضیحات بتین که از دیدگاه‌های مثبت است و از دیدگاه‌های منفی و بد است. اگر لطف بکنین که شما ارزیابی‌های خود در رابطه داشته باشین. بله، ما یک نکته را در رابطه با مسئله کودتا میخواستم که از خاطر ماند یادآوری بکنم، باز میپردازیم به سوال. متاسفانه در افغانستان عمل کودتایی اصلا ناآشنا بود و این زمان رایج شد که با کمال تاسف داود خان در 26 سرطان 1352 با یک حرکت کودتایی قدرت از سرکاکای خود با در این زمان که باجیش هم میشد، ببخشید خساربریش هم میشد، با یک حرکت کودتایی غصب کرد و با غصب قدرت در درون دربار مطرح نیست. این ممکن بود که یا به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره و یا به صورت قهری که داود خان کار کرد. اما گپ در اینجاست که متاسفانه یک سنت بد در جامعه ما در حیات سیاسی افغانستان گذاشته شد که کودتا را برای گرفتن قدرت در افغانستان رواج داد. یعنی سنت کودتایی در افغانستان از 26 سرطان 1352 گذاشته شد. من این نکته را می‌خواستم که علاوه بکنم. مهربانی. خب حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقتی که بعد از هفت ثور به قدرت میرسه، اول خب قابل تذکر است که وامودگی کامل برای گرفتن قدرت سیاسی اصلا نداشت. همونطور که من پیشتر عرض کردم بر اساس روایات رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن زمان، حزب آماده گرفتن قدرت سیاسی نه به این شکل و حتی نه به شکل مسالمت آمیزش بود. حزب میخواست که در دوران مبارزات مسالمت آمیز و مخصوصا از طریق انتخابات در پارلمان و سایر نهادهای انتخاباتی هم به شکل رفرمیستی و هم به شکل جایگزینی که اگه بتونن که حکومت‌ها رو تعویض بکنن، قدرت حاکمیت به دست بگیرن و هیچگاه برای قدرت سیاسی از طریق نظامی فکر نمی‌کرد. بله. به این خاطر آمادگی لازمه برای رهبری دولت نداشت. این یک واقعیت عینی است. ما خوب به خاطرم است که زمانی که ما در این زمان که هفت ثور صورت میگیره، ما در خارج در سال اخیر تحصیلات قرار داشتم. وقتی که بازگشت کردم دوستایی را دیدم به مسئولیت‌های بزرگ دولتی رسیده بودن که اصلا تصورش نمیره. بیشتر از اینا معلمین بودن، کادرای پوانتون ها و انستیتوت پلیتکنیک کابل بودن. خب اینا از لحاظ علمی در عموم فن و مسلک خود شخصیت‌های خوب بودن، فنی بودن، کارشناس بودن و در این هیچ شک نیست. اما از لحاظ پیشبرد یک اداره من فکر میکنم که این تفاوت زیاد وجود داره. به مخاطر بود که در اداره دولت یک کوتاهی که صورت گرفته نسبت عدم تجربه بود. یک. بله. دیگه خب این طبیعی است که در دنیای مدرن معمولا کارمندای دولت کارمندای مسلکی می باشن. یعنی سیویل سرویس که میگن اونها هستن. این با قدرت با تعویض شدن قدرت سیاسی هیچ تعلق نداره. هر حزبی که بیای به قدرت برسه، اما کارمندای دولت چون مردمای حرفه‌ای هستند در جای خود می باشند، هیچ گونه تشویش ندارن از اینکه امروز فلان حکومت آمد ما دیگه وظیفه خود از دست میدیم، فردا حزب دیگه می ما وظیفه خود از دست میدیم. اما در افغانستان متاسفانه این تجربه وجود نداشت و اینا به صورت کل تا سطح مدیرهای ابتدایی را هم تعویض کردن، کش کردن. بله. و این باعث ازی شد که یک خلای بسیار بزرگ در اداره امور با وجود بیاید. هرچند بودن شخصیت هایی که در توانستن بصارت خود را برای اداره امو موقف دولتی که برشان سپرده شده بود برسانند،
اما در پالی از یک سلسله ضعف‌های دیگه بروز کرد که او باز تانست که امی امکانات هم ضعیف بسازه. او رقابت‌هایی بود که در درون حزب هم بین دو جناح حزب صورت گرفت و در این زمان بی تجربگی‌هایی که قبلا ما عرض کردم، کارشکنی‌هایی که بین یک تعداد از مسئولان دولتی صورت می‌گرفت و بالاخره اقدامات عجولانه و غیر لازم رهبری حزب در برخورد با مخالفانشان بود که این برخورد غیر، حتی میتونیم نامش رو بگوییم خشن و غیر انسانی با مخالفان و بدون معیارهای دموکراتیک، حداقل وقتی که یک مجرم جرم را انجام میده باید تو محکمه شود، ثابت شود، باز بعد از او برش مطابق قوانین برش جزا داده شود. نه قانون وجود داشت، نه محکمه وجود داشت و نه جرم اعلان شده بود به صورت شخص. بله. و در اینجا هم اشخاص به صورت سلیقه‌ای کوشش می‌کردند که اون چهرهایی که در گذشته به شکل از اشکال با ایشان خوب نبودن، دشمنی داشتن و یا به هر شکلی که رقیبشان بودن، اونا را سر راه خود بردارن. این یک بخش برخورد نابخردانه بود. به شکل دیگه چی بود که به صورت آگاهانه متاسفانه یک تعداد از رهبری حزب برای محکم ساختن پایه های قدرت خود که یک تعداد چهره های ملی را رقیب خود میشمردن، اونا رو کوشش کردن به صورت اثر راه بردارن و به صورت فیزیکی یک تعداد از اونا رو به پای اعدام بردن و نابودشان کردن. این خودش خلای بزرگ دیگه در اداره دولت از جانب حزب دموکراتیک افغانستان صورت گرفت و این در زمان بود که هنوز در درون خود حزب انشعاب دوباره و یا طرد یک جناح حزب از طرف جناح دیگه حزب صورت نگرفت در آغاز. اما متاسفانه عامل بسیار بزرگ و اساسی دیگه ای شد که در درون حزب جناح خلق، جناح پرچم از دامنه از قدرت دور ساخت و بی‌اعتمادی صورت گرفت و اونا را اکثرشان رهبری از اونا را به خارج اعزام کرد با وظایف در خارج از کشور و بدنه بخش پرچمی ها هم با احساس خطر نابودیشان خود را به اصطلاح اندرگراوند ساختند و فعالیت های ضد حاکمیت از جانب بدنی خود حزب که از جانب پرچمی ها بود و شدت ادامه پیدا کرد. این عوامل بود که باعث کندی کار، بدنام شدن خود حاکمیت دولتی و در عین زمان نارضایتی مردم را به بار آورد. و در عین زمان مردم روز به روز، گروه‌های مختلف مردم مخصوصا روحانیون، علمای مذهبی و اینا شدت زندگی خود در خطر احساس میکردن و نارضایتی خود نشان دادن و کوشش میکردن برای حداقل برای نجات خود یا در یک جای برای خود پناهگاه پیدا بکنن در داخل و یا خود بکشن از کشور. که مهاجرت های کتله‌ای از این زمان شروع میشه، از اولین سال آغاز تحول 7 سپتامبر و پوینت بسیار مهمی است که این حرکت های غیر اصولی که در درون صورت گرفته بود، این بیشتر از طرف حامیان بگوییم یا از طرف کشورهای خارجی که در ظاهر خود حامی دولت جدید تشکیل دموکراتیک جمهوری دموکراتیک افغانستان محسوب میکردن، اما در باطن منافع خود دنبال میکردن. اونا با تشدید شدن تضاد بین دو رقیب درون حزبی یعنی جناح خلق و پرچم کوشش کردن به اصطلاح آب خط بکنن، با مایی بگیرن. هرچند این تا در گذشته هم مشهود بود که اونا بیشتر کدام جناح حزب حمایت میکنن، که ما به صراحت میتونم براتون بگم که جناح پرچم هست حمایت
همیشگی حزب کمونیست شوروی و رهبری شوروی برخوردار بود و وقتی که اونا احساس میکنن که جناح پرچم از بدنه حاکمیت دولتی در افغانستان به دور ساخته شدن، بنان کوشش میکنن که آغوش خود برشان باز بکنن، به شکل از اشکال اونا را حمایت میکنن. ما از یک سفر تاریخی خود برتان بگویم که زمانی که من به پراگ سفر داشتم باعث مسئول فابریکه نساجی بگرامی ببخشید سمنت غوری برای انکشاف فابریکه سمنت دوم غوری سفر کاری داشتم به پراگ. و در اونجا سفارت افغانستان با تعداد شاهدای عینی دیگه گفتن که سفیر افغانستان قبلا بابرک کارمال بود که از طرف افغانستان خل صلاحیت شده در یک میمانخانه مناسب زندگی میکنه و مورد حمایت حکومت چکسلواکیه قرار داره. ما شما میفهمیم که اردوگاه سوسیالیستی مخصوصا چکسلواکیه که در وقت مورد غضب شوروی هم یک وقت قرار گرفته بود تابع مسکو بودن و این خودش نشان دهنده ازی بود که مسکو از جناح پرچم حمایت آنچنانی میکنه. بله. از خطای بزرگ دیگه که در اصول از جانب حزب دموکراتیک خلق و مخصوصا رهبری که بازماند تا ششیجدی یعنی خلقی ها صورت گرفت، عدول از اصول مرامی بود. حزب از اصول مرامی خود به شدت عدول کرد و ایجاد تشکیل یک جبهه متحد ملی بود به طرف رفتن یک حکومت دموکراتیک ملی بود و امثال هم از این کاملا عدول کرد و در کل ما میتونم به صراحت بگویم که حزب بعد از 7 ثور 1357 کاملا دولتی شد و با استفاده از قدرت دولتی کوشش میکردن که حاکمیت حزبی را هم با مانند روابط دولتی تامین میکنن. قبل از 7 ثور حداقل در حوزه حزبی یک عضو حزب صلاحیت از این داشت که در هر مورد نظر خود بده ولو که صاحب می بود یا نمی بود. خب در مجموع باز رای گیری میشد و یک نظر واحد شاید با رهبری انتقال پیدا میکرد. اما بعد از 7 ثور اصلا چنین روند دیگه مثل ازی که وجود نداشته بودش باشه و در یک کلام گفتم میتونم که حزب دولت شد و دولت هم در دست فقط اشخاص معین که در به صورت مشخص ما گفتم میتونم که حفیظ الله امین و گروهی که وابسته به امین بود قرار گرفت تا بالاخره اونا توانستن که در سنبوله سال 1358 خود ترکی هم از قدرت به دور بکنن و سربنیست بکنن و مطلق یک حاکمیت استبدادی را گرچه در شعار بسیار شعارهای دموکراتیک دادن اما در عمل حکومت استبدادی بود تا مدت 110 روز حکومت امین که دوام پیدا کرد این ادامه داشت. همین عوامل باعث از این میشه که نارضایتی در داخل کشور بی نهایت بالا بره، قرار قتل صورت بگیره، اقتصاد به سینه بشینه و صرف نظر از این که قابل یادآوری میدانم که یک سلسله دستاوردهایی را که در آغاز انقلاب حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان در چهره فرامین اشتگانه خود صادر کرد، یک مقدار از او به نفع مردم افغانستان بود واقعا، اما هرچند یک تعداد از او عجولانه صورت گرفته بود و باید بالا از اونا دقت صورت می گرفت، زمان برشان گذاشته می شد تا با در نظر داشت وضعیت حاکم در جامعه مثل افغانستان، جامعه سنتی مثل افغانستان این فرامین تنظیم می شد و مورد تطبیق قرار می گرفت. این به هر صورتی خودش یک دستاورد بزرگ است، اما به هر صورت اشتباهاتی که صورت گرفت هم فوق العاده اشتباهات غیر قابل بخشودن بود که منجر به این شد تا حامیای خارجی جناح پرچم دست به اقدام بزرگ بزنن و اقدام بزرگ باعث از این میشه که افغانستان مورد اشغال قوای خارجی قرار بگیره و این زمینه مداخله دنیا را در افغانستان تسهیل ببخشه، آماده بسازه که از یک طرف ارتش سرخ به صورت بالقوت داخل افغانستان میشه، از جانب دیگه ارتش دنیا در چهره‌های مختلف در
اگر در داخل و در خارج در اطراف افغانستان و نابودی افغانستان و کوبیدن افغانها مبادرت می‌ورزند. ما میتونم براتون از دوران حاکمیت پرچمی هم مطالب یادآوری بکنم. بله لطف بکنید. در این مورد هم در مورد کارهای عمده ببرک کارمل و دکتر نجیب الله و همچنان پیامدهای اساسی و عمده حضور قوای شوروی در افغانستان اگر مختصرا صحبت بکنید لطفا. شش جدی متاسفانه با یک حرکت بسیار دراماتیک در افغانستان با وقوع پیوست و به این باره بود که قوای خاص کماندوی ارتش سرخ بالای قصر حفیظالامین حمله میکنن تپی تاکویک و او را فیزیکلی از بین میبرن، خودش خانواده‌اش و یک تعداد زیاد گارد. طبعا زمینه این حرکت کودتایی بالای قصر تپی تاکویک در تاریخ ثبت است که ما نمیخوایم به جزئیات از بپردازیم. بله بالکل. و شبش آواز ببرک کارمل از امواج رادیوی تاشکند و آسیای میانه به گوش شهریان کابل و افغان ها برسانیده میشه که از نشرات از اونا او خبر سقوط حکومت امین اعلان میکنه و توسط قوای شوروی داخل افغانستان میشه. این یک حقیقت چیز اثر من از شمس است که کس نمیتونه ایره پنهان بکنه. همین که ادعا میشه ببرک کارمل بالای تانک شوروی ها داخل افغانستان شد. خب اگر تانک نبود توسط شوروی ها داخل افغانستان. بله. نه خودش انکار کرده میتونه و نه هیچ کس دیگه میتونه این مسئله را انکار. وقتی که یک آدم هم متل افغانی ما شماست میگه که نان داد چام میتده فرمانم میتده. مخصوصا چین نان که بده که تو را به قدرت برسانه خب باید فرمانتان بده دیگه. بله. تاسف در تمام دوران حاکمیت حداقل حاکمیت کارمل چنین بود و ما چند موضوع رو میتونم خدمتتان بگویم. یکی که کارمل با وجود از که ادعا میکنه که خلقی‌ها انقلابی تر بودن و انقلابی چپروی میکردن، اما چند مورد ما میتونم تذکر بدم که نه برعکس این ادعا. پرچمی‌ها در پیش از حاکمیت هم چپروی چپتر بودن و در دوران حاکمیت خودم هم. در پیش از حاکمیت برای اولین بار در جریده پرچم عکس لنین چاپ میشه و برای از درود فرستاده میشه که موجب غضب نماینده‌های مردم در پارلمان میشه. بله. این دیگه چنین یک حرکت در افغانستان آنچنانی من فکر میکنم از حرکت چپیتر هم که در چپیترتر است. بله. و بعد از او میاره شعارهایی را که کارمل طرح میکنه و میگه که میار ما سوویتیسم است. یک حزبی خوب کسی است که سوویتیست باشه. بله بله. و اینا خب عموما نارم میته دیگه. ما از یک افغان کرده یک سوویتی را که یعنی یک انسان شوروی است بر ما ارجحیت داره. بله. و با چنین برداشت‌ها و معیارها حاکمیت کردن در افغانستان که از یک طرف مورد در یک ماندگی عجیب و غریب اقتصادی اجتماعی فرهنگی قرار داره، از طرف دیگه مردم ناراض هستند و مورد مداخله جهانیان قرار داره. هر روز در چهره مجاهدین افغانستان تخریبات بزرگ صورت میگیره، مداخله صورت میگیره. در این شرایط دادن چنین شعارها من فکر میکنم که الزاما جای نداره. بله. خب در دوران حاکمیت کارمل به صورت عموم نقش اساسی را در رهبری حاکمیت همزمان رفقای مشاور داشتن. ما خب باید دارم که هر وزیری که اول باید صبح با رفیق مشاور میدیدن و حتی وزیرای را ما میشناسم که اول پیش از به دفتر خود برن به دفتر سر مشاور خود میرن و بعد از او می آمدن به دفتر خود و هدایت میدادن این چنان و گپ حرف سر مشاور و گپ اصلی بود دیگه. اون مشاورینی که متاسفانه تا جایی که من درک کردم و با اقتدارشان ناگزیر به همکاری بودم
اصلا در امو رشته و یا مسلکی که اینا اعزام شده بودن، یعنی استخدام شده بودن، تجربه کافی نداشتن و یک تعدادشان اصلا تحصیلات لازمه در امو زمینه نداشتن. خب بنابر ضرورت که جاب میکر اینا فرستاده شده بودن که شاید در بیشتر موضوعات یا وظایف دیگه متمایل نظر بود تا وظایف مسلکی. بله. این حالی که شما برین از چنین مشاورین مشوره بگیرین یا اونا بر شما مشوره بدن دیگه، خب تصور کردن میتونین چی گونه مشوره داده. بله بله. به طور مثال خود سیاست آشتی ملی را که اصلا در زمان کارمل این مطرح شد. بله. سیاست بود که از جانب مشاورین برش دیکته شده بود و شاید از جانب مسکو ای دیکته شده باشه، اما در اینجا کسی پیدا نشد. تو برادر بیامید در شرایط افغانستان و در شرایط جنگی که در داخل افغانستان عملا جنگ جریان داره، عسکر شوروی کشته میشه در پالی افغانا و ما چطور بتونیم که جبهه ملی پدر وطن ایجاد بکنیم و آشتی ملی رو پیش بریم. که باز متاسفانه این آشتی ملی در دوران دکتر نجیب به مصالحه ملی، به سیاست مصالحه ملی تبدیل میشه و هم بدون در نظر داشت واقعیت‌های عینی جامعه که هیچگاه در جامعه نتونست تو جای خود پیدا بکنه. ما شاید دور از انصاف باشه که نگوییم دستاوردهای دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این مدت دستاوردهایی داشتن، مخصوصا در عرصه فرهنگی، اجتماعی، آزادی ها، تامین حقوق، مخصوصا حقوق زنان به صورت در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تمام عرصه های حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه چی داشتن، در معارف، در پوهنتون ها، در هنر و ادبیات واقعا فعال بودن و همونطور که ادعا میشد نیم پیکر جامعه افغانستان اینا تمثیل میکردن. این دور از واقعیت نیست که با مقایسه با حاکمیت فعلی متاسفانه آدم افسوس او زمانه میخوره. اما در پالی مسائل خب گرچه یک تعداد از مسئولان دولتی زمان از دستاوردهای بزرگ اقتصادی هم یاد میکنن که ما این قابل تذکر میدانم که در اقتصاد متاسفانه یک مقدار اگر واقع بینانه بگوییم ما چندان دستاورد نداشتیم به دلایل از اینکه جنگ وجود داشت. اکثر مؤسسات اقتصادی که در ساحه تسلط دولت نمی بودن و یا تحت خطر حمله دشمن قرار می داشتن، اونا نمیتونستن 100% با کپاسیتی کامل کار بکنن. بله. راه ها و مواصلات مورد حملات قرار می گرفت. ما خودم باعث مسئول یک فابریکه که هرچند چندین بار در این رابطه خودم میرفتم سفر میکردم، زغال سنگ فابریکه خودم میرفتم اثر معدن بارگیری میکردم، پرزجات از بندر بارگیری میکردم، با مو ترتیب سایر مواد خام کارگرای خودم مثلا توسط موتر از خانه‌شان از میاردیم به فابریکه، اما فابریکه نمیتونست با فول کپاسیتی کار بکنه بنابر شرایط جنگی. بنابراین ما هیچ وقت ادعا کرده نمیتونستیم بگیم که ما تولید ما 100% مطابق پلان. هرچند پلان ها در اون زمان بازنگری میشد، گوش میشد با در نظر داشت شرایط یک مقدار واقع بینانه تر شود، اما پلان های واقع بینانه رو ما نمیتونستیم بنابر شرایط نامساعد عملی بکنیم. درست. ادعای از این که ما در اقتصاد دستاوردهای آنچنانی داشتیم کاملا نادرست است. درست است که ما از لحاظ ارقام یک تعداد ارقام هم میتونستیم رها بکنیم که مورد دلیلش براتون میگم. اوی ارقام یعنی ارقام پولی بود که از طریق کمک های بلایعوض اتحاد شوروی به شکل جنس داخل افغانستان میشد و از طریق مؤسسات معین ای به دسترس نیازمندان قرار میگرفت و پول از او باز به عواید دولت داخل میشد. اینی بود عاید دولت. درست. حتی نه ما مالیه داشتیم، گمرکات ما با تجارت ضعیف نمیتونست 100% تامین کننده درآمد و عواید دولت باشه. به ترتیب قابل تذکر خواستم عرض بکنم. خیر باشه. از پیامدهای منفی دوران متاسفانه که ما حزبم بیشتر معلومات میدانم، گرایش های در درون حزب، گرایش های قومی با ایجاد شده بود. مخصوصا این در زمان دکتر نجیب بروکراسی بود، نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی دو عنصر اساسی جامعه، روحانیون و بزرگان قبایل بود که اما
جامعه صنعتی افغانستان که نادیده ما که میگیم نادیده گرفته شد همین بود. بله. سرکوب شدن، نادیده گرفتن بافت جامعه صنعتی افغانستان و فرهنگ وابسته به آن بود. اقدامات جولانی انقلابی، بازگشت به سوی بیماری‌های کودکانه، فریکسیون بازی، مقام پرستی، این از جمله امو مسائل عمده بود که متاسفانه در دوران حاکمیت حدود 4 سالی خود با این دست به گریبان بود. با وجود از اینکه در درون از او چی اختلافات متاسفانه بروز میکرد و ایران به خاطر مقام، حتی به خاطر مقام اقدامات نظامی صورت گرفت، کودتاهای صورت گرفت، خونهای ریختنده شد از بین خودشان و این با کمال تاسف نمیتونه از چنین حرکات آدم دفاع بکنه. چیزی را که در رابطه با اگر اجازهتان باشه که از همینجا سر 8 ثور هم بیاییم. ببخشید قبل از اینکه به 8 ثور برین جناب تاج صاحب، شما دستاوردهای حاکمیتی های حزب دموکراتیک خلق گفتین، نواقص و ضعف‌هایش هم گفتین و بیشتر توضیح دادین مشکلات داخلی را و علل و عوامل داخلی را که سبب او مشکلات و نواقص و ضعف‌ها شد. اگر یک دو سه دقیقه در مورد این که آیا توطئه ها و دسایس بیرونی هم به خاطر سقوط یا برای سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجود داشته یا خیر، اگر مختصرا در این مورد اشارت داشته باشید. بسیار خوب. ما اگرچه میخواستم که به شکل دیگه به این موضوع بپردازم، مال به صورت مشخص مستقیم به سوال شما پاسخ میدم. مهربانی. ما همونطور که پیشتر عرض کردم، یک همون ضرب المثل بسیار معروف است که کسی که نان داد فرمان هم میتن و اینا مخصوصا وقت نان میتن که منافع خود باید جستجو بکنن، نه منافع کسی دیگه را، نه فرمان برداره. بالکل طبیعی سکر کشور خارجی که در یک جای میره سرمایه گذاری میکنه، چی سرمایه گذاری پولی باشه چی انسانی باشه، و دنبال منافع خود میگرده. اگر کسانی که از این بهره میبرن اون تصور بکنن که به خاطر گل روی ما آمده، یک اشتباه بزرگ است که باز در نتیجه از اون اشتباهات است که افغان‌ها بارها بهش مواجه شدن، تکرار کردن و بهش مواجه شدن و سر خوردن. بسیار تشکر جناب تاج صاحب. شما در مورد دستاوردها و همچنان نواقص و ضعف‌های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان صحبت کردین که عمدتاً عوامل داخلی بیان شد. اگر لطف بکنین بسیار مختصر در مورد توطئه ها و دسایس خارجی بر علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم روشنی بیاندازین، بعد از او بخیر میریم به طرف حادثه 8 ثور. بسیار خوب. هرچند من میخواستم که در بطن صحبت خود در توضیحات با حوادث سوال بعدی تن در رابطه با 8 ثور بیارم، بر صورتی را به صورت جداگانه میتونیم که بیان بکنیم. ما اگر از اینجا شروع بکنم که متاسفانه افغانستان بنابر موقعیت جیوستراتژیکی که داره یک منطقه حائل است بود و هنوز هم هست. در شرایط فعلی هم این موقعیت خود از دست نداده. منافع کشورهای بزرگ مخصوصا در منطقه در افغانستان در تقابل قرار میگیره. یک نقطه تقاطع یا تقابل منافع قدرت هاست. بنابر همین موقعیت جیوستراتژیک افغانستان، چی در زمان رقابت ها بین انگلیسی بریتانیایی و بریتانیای کبیر یا به اصطلاح یا روسیه تزاری که اردوش قدرت های استعماری بودن، می آمدن در اطراف افغانستان تا سرحدهای افغانستان می آمدن، اما داخل افغانستان جرأت نمیکردن که حاکمیت دائمی رو برقرار بکنن، یعنی یک حکومت استعماری را. دلیلش این بود که او از اون میترسید و از اون میترسید کش میکردن افغانستان با اسم منطقه حائل نگاه بکنن. اما این توازن در بعد از جنگ جهانی دوم یک مقدار برهم خورد. او زمانی شد که وقتی که ما در صحبت اولی ابراز کردم که افغانستان بنابر عقب ماندگی اقتصادی خود ناگزیر به اتکا بر کمک‌های خارجی شد و مراجعه از این به کشورهای در قدم اول در زمان شاه محمود خان و در زمان داود خان بعداً اینا اول مراجعه میکردن با کشورهای غربی مخصوصا امریکا. چندین بار تقاضای کمک اقتصادی و حتی نظامی هم کردن. با وجود اینکه در زمان پاکستان در سال 47 ایجاد شده بود، کمک نظامی میخواستن از امریکا داشته باشن.
اما آمریکایی‌ها شرط کمک نظامی به افغانستان فقط بر اساس شناختن پاکستان گذاشتن و پیوستن به یکی از پیمان‌های نظامی که اون وقت سیاتو و سینتو در منطقه ایجاد شده بود. بله. اما افغانستان بنابر همین موقعیت استراتژیک خود که شوروی در شمال قرار داشت و نمیخواست که او در باش مواجه شود و در این زمان موضوعی که خط دیورند و مسئله دایه پشتونستان بود، از پذیرفتن این خواسته امریکا ابا ورزید که ناگزیر افغانستان به کشور شورا روی آورد و در پالی کمک اقتصادی به خاطر تقویت اردوی خود کمک نظامی هم مصرف کرد. همین کمک ها باعث ازی شد که در پالی کمک های عملی فیزیکی کادر تربیت بکنه و این کادر در کجا تربیت میشد؟ در داخل شوروی، چی در کادر ملکی بود چی کادر نظامی بود. و اینا خواهی با خود با وجود از اینکه با اندوختهای فنی می آمدن، یک مقدار برداشتهای فرهنگی و گرایش‌های سیاسی را هم با خود می آمدن. اگر 100% نه با فیصدی معین بود. این روز به روز تمایل مخصوصا در جامعه روشنفکری علاقمندی به شوروی و سیاست شوروی زیاد شد و از جانب دیگر شوروی افغانستان را بیشترتر وابسته خود ساختن میره. وقتی که گپا صورت گرفت، هر حرکتی که در داخل افغانستان صورت میگرفت باید مطابق میل شوروی می بود. شوروی ها در افغانستان وقتی که زمینه رو مساعد دیدن که عذاب سیاسی ایجاد میشه، هرچند ثابت ساختن جناب تاج صاحب ببخشین، ما و شما بحث ما بر این است که بر علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان توطئه ها و دسایس خارجی آیا بود یا نبود. در مورد شوروی که بحث کردیم، شما توضیح فرمودین که شوروی ها بودن، مشاورین بودن، مشاورینشان اکثرشان غیر مسلکی بودن و بدون شک نان دهد فرمان دهد کل از گپا. اما حالا لطف بکنین در مورد این که بر علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در بیرون از افغانستان آیا توطئه ها و دسایسی بود از دیدگاه شما یا خیر؟ تشکر، درست ما فهمیدم. بله کاملا این به صورت موضوع بود. من بیشتر عرض کردم که وقتی که جنگ در افغانستان، مداخله در افغانستان صورت می گرفت، از یک طرف شوروی‌ها بود، از طرف دیگه تمام دنیا در چهره مجاهدین چی در داخل افغانستان نفوذ میکردن و چی در بیرون از افغانستان. مثلا خود برژینسکی که آمد بر بار اول که سیاست مداخله در افغانستان همون پایه‌گذاری کرد، مثلا بسازن مجاهدین همونا بودن داخل خاک افغانستان و یک حرکت انجام داد که یک جسر انجام داد که اینما قدم گذاشتن در داخل. بله یعنی داخل شد. این به صورت آشکارش بود، اما به صورت پنهانش به اندازی بود که از طریق شبکه‌های استخباراتی که از همون زمانی که شبکه‌های استخباراتی در داخل افغانستان نفوذ کردن تا به امروز ما متاسفانه جای پای از اینا را می‌بینیم. برای اینکه این به یک شبکه نامرئی بافت جامعه افغانستان تبدیل شده. من با کمال متاسفانه با این واقعیت میگم که استخباراتچی بودن و یا جاسوسی کردن به یک نوع هم افتخار تبدیل شده بر یک تعداد مردم در. خب به هر صورت ما تو خاطر نام شوروی رو پیشتر بردم. شوروی با اون پیشینه‌ای که داشت، او در داخل افغانستان مخصوصا در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان چنان مداخله میکرد که از هر گونه ابتکار عمل اینا رو باز می‌داشت. حتی در مذاکرات ژنو شوروی و بجای افغانستان اون شرکت میکرد، بجای افغانستان تصمیم گرفت بجای افغانستان امضا کرد با آمریکا و بجای از اینکه افغان‌ها را منافعشان در نظر بگیرن، یک طرفه ارسال کمک و ارسال سلاح و کمک اقتصادی را قطع کرد تا که افغانستان مورد رو به سقوط بره. و از جانب دیگه دنیای غرب در از آمریکا مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس به صورت بسیار بی‌پرده مجاهدین تسلیم می‌کردن. کشورهای دیگه هم هست که از اونها باید نام بگیریم، چین مثلا، ایران هست خودش و یک تعداد کشورهای دیگه که مجاهدین کمک می‌کردن و تسلیم می‌کردن. کمک‌های بیشتر متاسفانه بجای برای افغان‌ها برسه او یا خوشبختانه بگیم او به جیب پاکستان و پاکستانی‌ها و آیسای ریختنده میشد. اما
از گاو غدود بر افغانا میرسید، اونا میامدن بر تخریب وطن خود استفاده کردن. هم آدم کشتن، هم تخریب کردن و پسان هم وقتی که داخل افغانستان شدن در زمان حاکمیت خود بجای از اینکه با آبادی وطن بپردازن به تخریب پرداختن که همون نتیجه میراث سیاست بود که از جانب حامیای خود گرفته بودن. این مداخله را نه ما چشم پوشی کردن میتونیم نه خود از اونها این کار میکنن. دیگه چند وقت پیش که وزیر دفاع پاکستان او اعتراف کرد، خو همون اعتراف از زمان تجاوز خارجی ها در افغانستان در زمان حاکمیت دموکراتیک شروع تا چندین دهه بعدی که ما منظورم از یادآوری از شورای به این ترتیب بود که همون رقابت های قابل حل درون حزبی را که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان مخصوصا در زمان نجیب صورت گرفت، ما این را کلش عاملش شوروی میدانم و اگر شوروی نمیخواست کدام وزیر دفاع از او که جرأت کرده میتونست در برابر رئیس جمهور چنین ادعایی را بکنه. بله رفیق مشاور میرفت پیش وزیر دفاع میگفت برادر حق از به توست، از شماست، تو از اسکرداری اسکر کشته میشه، شب روز در جبهه افتادی، در زمستان در گرمی تابستان، اما معاش بسیار خوبه گارد ریاست جمهوری میگیره. بله بخیر دیگه تو برو حق بگی. او طرف میره باز رئیس جمهور میگه برادر تو رئیس جمهور هستی، قدرت مقابله با یک وزیر دفاع نداری، برو بزنیش دیگه. یک واقعیت عینی است که شوروی در این زمینه دست بسیار آستین بالا زد و تحریک کرد. خب سوال در اینجا میشه که شهنواز تنهایی چرا با پاکستان رفت؟ ارتباط داشت با حداقل میگن با گلبدین اقبادیار یا حزب اسلامی. ما نمیخوایم که رد بکنم، بله، به شرطی که مخصوصا اگر شواهد و مدارک وجود داشته باشه. اما اونمو شوروی زمینه رو طور ساخت که اجازه پرواز اونمو هلیکوپتر از اینا رو به طرف شوروی گذاشته سابقه نمیداد. مجبور اینا وطن ترک میگفتن، به جای میرفتن و رفتن به پاکستان شیشتن. یک دلیل دیگه هم از مداخله شوروی که برای سقوط حکومت دکتر نجیب الله و یا حاکمیت حزب دموکراتیک خلق پسند وطن اینا کمر همت بسته کرده بودن به خاطر منافع خود. بله. بازدید روسکوی با گروه مجاهدین بود که بس رهبری برهانالدین ابوالربانی رفت و او را در آغوش کشید و برش وعده کرد که ما دیگه کمک اقتصادی برای نمی‌کنیم، هر کس که نماینده افغانستان ما شما به رسمیت میشناسیم. خب این نیست که شکل مداخله دیگه از این شکل به اون شکل میره. ما در نظر داشتن منافع مداخلات خود چی میکردن، تغییر جهت میدادن یا تغییر سمت. بله. و مداخله غرب بازم تکرار میکنم آشکار است و غیر قابل انکار است، خودشان هم انکار نمیکنن و یک جفایی که اونا هم کردن در قسمت افغان ها بعد از اینکه حکومت دکتر نجیب سقوط دادن حزب دموکراتیک خلق و مجاهدین به قدرت رساندن برای تخریب افغانستان، خوب دستشان باز گذاشتن، باز اینا رو میلا کردن در میدان که بریم بزنیم به این خطر چی کردن. بله. این همو کمک‌های خارجی ها در رابطه با افغان هاست دیگه. ما در مورد مداخلهشان تا امروز خدمتتون میتونم بگم که ادامه داره این مداخله در بله. اما بر مبنای عموم مسئله که تعقیب منافع ملی خودشان است. حالا اگر لطف بکنین در مورد حادثه یا تحول 8 ثور که تنظیم های به اصطلاح جهادی او تحول پیروزی انقلاب اسلامی میدانند، مخالفین جهاد و تنظیم های جهادی عمدتاً ببخشن اونها باز او تحول یا او حادثه را یک حادثه سیاه در تاریخ افغانستان میدانند که بعد از اون وقت در افغانستان عمدتاً شهر کابل ویران شد. اقلاً گفته میشه که حدود 60,000 ولی شاید بیشتر از آن انسانهای بیگناه در شهر کابل کشته شدند در اثر جنگ‌های داخلی و ما در اون وقت شاهد بودم، در کابل بودم که چنان جنگ بود، شبانه چنان با هم اینا درگیر می شدن، فکر می کردی که جنگ دوم جهانی هست. یعنی انقدر بمبارد می کردن و راکت می زدن همین شهر کابل و شهریان کابل هر دو جانب که قابل تصور اصلا نبود. به هر حال چی فکر می کنین که چرا تنظیم های جهادی که همیشان خود مسلمان می گفتن
و همیشان از یک منبع و مرجع آب میخوردند و تغذیه میشدند که همان غرب و به دست ISI و پاکستان بود. وقتی اینها به قدرت رسیدن چرا به جان هم افتیدن؟ خود درست خارجی ها اهداف به اصطلاح منافع خود داشتند، اما آیا در کلیه امی کسانی که در رهبری تنظیم ها قرار داشت و خود مسلمان میدانستند و در الازهر یک تعداد از اینا درس خوانده بودند، چرا اینها چنین کردن جناب تاج صاحب از دیدگاه شما؟ سوال بسیار جاندار است که جناب دکتر سیبکی. ما میخوایم از اینجا شروع بکنم که این مجاهدین صاحبه ما در کجا تمرکز کردن، در کدام کشور و تحت حمایت کدام کشور قرار داشتن؟ اینا در پاکستان بودن و تمام اختیارات کمک ها، اداره و سوق اداره مجاهدین به دست یا لوجستیک مجاهدین به دست ISI پاکستان بود. تاریخ گواه عینی است که پاکستان و بخصوص دستگاه استخبارات نظامیش ISI هیچگاهی با افغانها، با افغانستان و با منافع افغانستان اینا سازگار نیستن، ولو او مجاهد باشه. درست. نام های یک تعداد از شخصیت های ملی افغانستان اگر من بگیرم، مثل باودین مجروح، سید باودین مجروح، یا خود عبدالاحد خان کرزی، پدر حامد کرزی، و یک تعداد شخصیت های دیگر که چرا اینا در پاکستان ترور شدن؟ بله، ترور میشن از طرف کتوازی. بله، کتوازی و امثال هم. بله، بله. با درد و دریغ که نه تنها مجاهدین کبیر ما نتونستن که این مسئله را درک بکنن، بلکه این زمینه را بر خود یک زمینه سودجویی، نه تنها سودجویی حتی برای تنظیمشان، بلکه سودجویی شخصی یافتن و تا که تانستن از پالوی کمک‌های خارجی زر اندوختن و وطن برباد کردن. ما برای مجاهدین فقط یک روز تا یک زمان برشان چی میکنم، سرخم میکنم و افتخار میکنم به اقدامشان. او تا 3 هوت 1358 وقتی که اینا در 3 هوت 1358 مطابق 22 فوریه 1979 به صورت خود جوش برآمدن در برابر اشغال ارتش سرخ که 2 ماه از اشغال از اون میگذشت، با دستای خالی نعره الله اکبر سر دادن و شعار وطن دادن و اینی افتخار بود، برای اینکه هنوز هیچ گونه وابستگی با نیروی خارجی و حامیت و حمایت خارجی نداشت. با بیل، با کلند، با خوب با یادم است که از 4 طرف کابل اینا داخل کابل شدن و بالاخره در مابین جاده میوند که بگیم اینا آمدن به طرف همون پسته شوروی‌ها با دست خالی آمدن. اما در اونجا متاسفانه برخورد صورت گرفت، اشتباه از هر دو جانب بود، مخصوصا از جانب و ما فکر میکنم که اینا تحریک شدن قصداً با دست خالی در برابر سربازای مسلح سینه خود دادن و از اونجا چی کردن؟ انداختن سرشون. اینا ناگزیر برای من دفاع نمیکنم عمل از اینا را، به خاطر نجات جان خود و یا وظیفه که داشتن ناگزیر فکر کردن و یک تعداد از اونها شهید شدن در اونجا. بله. تا اینی زمان، تا زمانی که مجاهدین به پاکستان با آیسای پاکستان خود نسپرده بودن، اینا هر حرکتشون حرکت ضد استعماری، ضد اشغال و قابل قدر است و تاریخ این فراموش نمیکنه. بعد از اون متاسفانه نه در مجاهدین در ایران بودن، نه مجاهدین که در پاکستان بودن و نه مجاهدین که در ایران بودن، اینا فقط به خاطر منفعت شخصی خود، من نمیگم منافع سیاسی و میوری خودم نداشتن، داشتن، برای اینکه اونمو منافع گروهیشان هم تامین کننده منافع شخصیشان بود. اما شاهد تاریخ حاکمیت دوره دوم، دوره اولش خون تخریب وطن بود، شما بیشتر بیان کردید.
حداقل شهر کابل با خواهی یکسان شد. شعار وقت داده بودن که اگر ما رفتیم شهر کابل رو بگیریم ما چه 20 سانتی یا 2 متر خاک کابل باید توبره بکشیم از اونجا، برای اینکه اینجا اساکر خارجی را گشته و همون تو ساختن. اما او توبره رو تور نکردن، خشت و چوب و سنگ و کیبل تراموای یا موتر برقی را گرفتن با پاکستان بردن فروختن، پیسش در جیب خودشون انداختن. کاش که در راه خدا، در راه بندی خدا مصرف میکردن. او دوره اوتر نشان داد که باز بالاخره زمینی ازی شد که گروه دیگه به نام طالبان ایجاد شد و اونا رو به از قدرت دور بکنن. اما دو دوره حاکمیت بعدی که اینا اومدن در دوره حاکمیت بعدی در دو دهه 2001 تا 2021 حاکمیت کردن، این خود شاهد دیگه از زراندوزی از ایناست. اگه این مقدار پولی که به افغانستان سرازیر شده بود این به جیب یک حکومت حداقل ملی سرازیر میشد، شما میدین که واقعا همون تو که ادعا شده بود از افغانستان اگه دبی دوم جور نمیشد، از افغانستان حداقل یک کشور مرفع جور میشه، حداقل چرخ اقتصادی افغانستان به چرخش میفته. و به او خاطر است که دفاع کردن از حادثه 8 ثور که حاکمیت مجاهدین در افغانستان آورد به مراتب دشوارتر است نسبت به 7 ثور. 7 ثور باز یک دستاورد و خاص خود داشت، ما براتون پیشتر عرض کردم 1 2 3 4، اما این خمور هم نداشت. ببخشید جناب تاج صاحب، شما از دوره از 2001 تا 2021 فرمودین که اینها زراندوزی کردن، فساد کردن، بالکل. اما در این فساد خوب خیر غیر تنظیم های جهادی یک تعداد نیکتای پوش های دیگری هم که از غرب به نام های مختلف آورده می شدند یا روان می شدند و در افغانستان وزیر و مشاور و معین و والی می شدند، آنها هم کمتر از تنظیم های جهادی ندزدیدند در افغانستان. اگر لطفا در این مورد هم یک ابراز نظر داشته باشین. کاملا من با شما موافق هستم. حتی ما میتونم بگم که اینا بیشتر از مجاهدین فساد کردن، برای اینکه دست از اینا باستر بود، اینا واسطه بودن و اینا پروژه را در قدم اول اینا تصاحب میکردن، باز به دست دو بر مجاهدین میسپردن. اما نه اوش برای وطن خدمت کرد و نه ایش. ما این فرصت را که برای افغان‌ها در 2 دهه اول قرن 21 ایجاد شده بود، یک فرصت بسیار طلایی بود. بله طلایی بود. میدانم که خود همی افغان‌ها در مورد خود جفا کردن، چی بروکراتای بازگشت آمده از غرب و چی مجاهدین صاحبای ما. ما میشرمم که نام مجاهد سر از نبگذارم. همونطور بالکل. جناب تاج صاحب ببخشین، در رامین تاریخ 7 و 8 ثور امسال یکی از مسئولین حاکمیت کنونی افغانستان در صفحه اکس خود نوشته بود که 7 ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود و هست، اما از 8 ثور یا از تحول 8 ثور استقبال و تمجید کرده بود. در اینجا شما چی وجوه مشترک بین تنظیم های جهادی و تحریک اسلامی طالبان افغانستان میبینین که چنین ارزیابی میشه؟ ببخشید کی کار کرده بود؟ کدام؟ یکی از مسئولین حاکمیت کنونی افغانستان، البته مسئولی درجه اول و درجه 2 یعنی وزیر و معین نیست، یکی از سخنگوها چنین چیزی را در صفحه ایکس خود نوشته بود که 7 ثور تاریخ سیاه است و 8 ثور قابل تمجید است، پیروزی جهاد و مجاهدین افغانستان است. چنین چیزی بیان کرده بود. بله. خب چه وجوه مشترک از دیدگاه شما وجود دارد؟ اولی که خب هر کس بر اساس همو حق ابراز نظر، این حقش است که ابراز نظر بکنه، ما در سخنی نداریم. ولو که نتانا 7 ثور سیاه گفته از کدام همین خیلی اگه بگوید میتونه بگوید
اما قضاوت کردن در مورد رویدادها، ما به مخاطر در صحبت اول یک مقدار رفتم به حاشیه و پیش زمینه‌های ایجاد دموکراسی در افغانستان بیان کردم که مجرد قضاوت کردن خودش بیانگر کم دانایی، اگر نادانی نگویم، کم دانایی امو فرد نشان میده. وقتی که آدم یک مسئله را میخواد بیان بکنه، حداقل بفهمه که چی رو بیان میکنه و از او دفاع کرده بتونه از صحبت. بله. من تا جایی که شخصا اطلاع دارم، حاکمیت فعلی از دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مخصوصا از دوران خلقیات و نیکی یاد میکنه. چرا؟ میگن اینا مردم پاک بودن، وطن دوست بودن، اینا خیانت نکردن و عسکر خارجی رو به افغانستان ناوردن و امثال هم. این که بین خود ببخشید این طوری که شما میفرمایین در کدام جایی نوشته کردن، گاهی در کدام جایی در بیانیه گفتن، کی گفتن؟ من نخواندم چنین چیزی را. نه متاسفانه نمیتونم ادعا بکنم جای نوشته کردن، اما در صحبت‌های خصوصی شفاهی با صراحت میگن، میگن. و اینا واقعا اشغال افغانستان که شوروی ها را با امریکایا هیچ نوع بهش تفاوت قائل نیستن. درست. یک و دیگه اگر اینا 8 ثور ترجیح میدادن نسبت به 7 ثور، خب چرا همکاری ازشان جلب نمیکنه؟ امروز وزیر خارجهشان به شدت در این مورد ابراز نظر کرد، گفت که ما خب حاکمیت ما برقرار است، کادر هم داریم، نگاه داریم، مرکز آماده، ما در داخل افغانستان میپذیریم، شما دیگه انتظار از این نداشته باشید که بیاید اینجا به قدرت برسید، یعنی چوکی برش تقسیم بکنید. بله. ما این فکر میکنم که یه ابراز نظر یک کدام دوست است، کدام شخص است، دوست گفتن نمیتونیم، کدام شخص است مسئول نیست، یعنی مسئول نیست. بسیار خوب جناب تاج صاحب، شما توضیحاتی داشتین در رابطه با 7 ثور و تحول و پیامدهایش به 8 ثور و حالا وضعیت در افغانستان چنان است که نمیخوایم در اون مورد بحث بیشتر بکنیم چون همه میدانند. من حیث یک افغان، من حیث یک دانشمند، روشنفکر و پژوهشگر افغان و تا جایی که ما جناب شما را میشناسم به حیث یک انسان دلسوز برای مردم افغانستان، نظر شما چیست که چی باید بکنن افغان ها که از وضعیت کنونی به اعتمادی ها، از وضعیت کنونی فرار جوانان از کشور، بیکاری ها، گرسنگی ها و به اصطلاح بگوییم سوء تفاهمات بگوییم یا عدم موجودیت یا عدم احساس امنیت روانی برای تعدادی از شهروندان افغانستان، چی باید صورت بگیره که همین وضعیت به یک وضعیت بهتر و مطلوب برای تمام افغان ها بدون در نظر داشت قومیت، مذهب، زبان، ولایت و غیره تبدیل شود؟ در این مورد نظر جناب عالی چی است؟ چی صدا میکنین سری مردم افغانستان؟ بسیار تشکر، سوالتون بسیار سوال مهم است و بسیار سایه وسیله شما میخواین که از ما چی نظر ما داشته باشین. ما اگر خلاص بسازم خدمتتان، متاسفانه افغانستان و ما افغان ها در یک وضعیت واقعا دشوار و پیچیده قرار داریم. یعنی بحران هنوز ادامه داره، اگر جنگ نیست بحران به شدت ادامه داره و اگر یک گروه سیاسی در افغانستان حاکم است، یک تعداد زیاد افغان‌ها که حتی در بیرون قرار دارن و در داخل خب روان هستند، اونا محروم هستند از حق مسلم شهروند بودن خود که در اداره و در حاکمیت خاص گفتن نمیتونیم 100% مدعی نیستیم در زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود نقش داشته باشند و بنان این تاثیرات معین خود بالای روابط انسان ها میکنه و ناگفته نباید گذاشت افغان ها حال در دهه پنجم وضعیت نامساعد
بحران و جنگ قرار داره و این خواهی نخواهی از لحاظ روانی سر اشخاص کلانسال طبعا تاثیر میکنه. نسل جوان خب بیخی در امی مدت تازه تولد شده و کلان شده، یعنی جنگ زده هستن اونا و انتظار یک کار نورمال یا عادی را که ما از یک انسان متمدن در دنیای بیرون میبینیم داشتن از افغان‌ها یک مقدار غیر واقع بینانه خود باشه. ما هر فکر در مورد افغان‌ها میکنیم با در نظر داشته شرایط و وضعیت موجود کشور خود باید بیاندیشیم و با در نظر داشت شرایط و حاضر از وطندارای خود توقع داشته باشیم. و این توقع هم یک بود دیگر هم میتونه داشته باشه که هرگاه ما در مورد آینده کشور خود میخوایم بیاندیشیم و نظر بدیم و سر نظر خود پافشاری هم داشته باشیم، باید فاکت‌های را مانند تغییراتی که در دنیا صورت گرفته، در هم از لحاظ ژئوپلیتیکی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ علمی و تکنولوژی، امروز می‌بینیم دنیا به کجا رسیده. هوش مصنوعی انسان جایگزین تقریبا شده و با مو ترتیب سیاست، اندیشه و علوم اجتماعی هم باید تغییر کرده باشه که کرده. بنابراین ما با اینی سطح اگر فکر بکنیم میتونیم که مسائل دیگه یک مقدار باز کوتاه بیاییم بهش. این مسائل مخصوصا تفرقه های عجیب غریبی بوده که هر روز در وطن ما شما دامن زده میشه. ما عمدتا این تفرقه ها را چشمیش از بیرون از افغانستان میبینیم، از بیرون دامن زده میشه متاسفانه، به نام مذهب، به نام قوم، به نام زبان، به نام منطقه و هر روز بر ما یک چیز تفاوت تفرقه‌ای دیگر ایجاد میکنن. اگر ما گفتم آنچنان بیاندیشیم که به صورت کل اینی مسائل در نظر بگیریم، باز بعد از اون میتونیم به سادگی به این مسائل هم بپردازیم. بنابراین بر یک روشنفکر ما اگر در مجموع ترکیب کل انسانای چیز اندیشه دیگر اندیشه به اصطلاح در نظر بگیریم، لازم است که خود از قالبه های فکری دیروزی یک مقدار بروز کنن. بروز به این معنی که ببینن که در دنیا چی میگذره، همین افکار علمی و سیاسی به کجا رسیده و چگونه فکر و اندیشه جدیده که میتونه با انطباق با شرایط وطن تنظیم بکنن و او را کوشش بکنن که همسو بسازن با سایر هموطنان در تطبیق از او. ما یک نکته را میخوایم که به صورت مشخص‌تر عرض بکنم که شاید وقت شما امید است که زیاد نگیره. یک کمبودی را فعلا در افغانستان احساس میکنم در طی 5 دهه جنگ و بحران افغانستان متاسفانه از داشتن یک اندیشه واحد ملی محروم شده. متاسفانه بله. بنابر افتراق‌های مختلفی که ایجاد شده، اما محوریت ملی بودن محوریت خود را در زندگی افغان‌ها از دست دادن. این کلشان خود محور شدن، خودگرا شدن، یا قومگرایی میکنن یا زبانگرایی میکنن یا سمتگرایی میکنن اونا و هیچ کدام از این خودگرایی ها نمیتونه که منافع کتله‌ای افغانستان و افغان‌ها را بیان بکنه و یا تامین بکنه. خب مثال دادنش جایش نیست، باز در یک صحبت دیگه اگر لازم بود تو صحبت میکنیم. ما فکر میکنم که اگر ما در تدوین یک اندیشه ملی که همه شمول همه ساکنان همین خطه باشه، ولو که هر قسم سلیقه هر قسم میاندیشیم، حداقل در مسائلی که ملی است یک راه حل مشترک ایجاد بکنیم، بریم به طرف حل اون راه. ارزش‌های ملی رو پیدا بکنیم، هویت ملی خود پیدا بکنیم، مثلا حاکمیت ملی خود جستجو بکنیم. در اون صورت است که زمینه بروز اختلافات سلیقه‌ای کم میشه. وقتی که به این مسائل پرداختیم، این مسائل حل شد، باز فرصت میرسه بر اون مسائل سلیقه‌ای دیگه که تا وقت هم وقت کمایی میکنیم، هم حوصله‌اش شاید پیدا بکنیم و هم سطح دانش خود بالا ببریم. ما همه تو خلاص خواستم. بسیار خوب جناب تاج صاحب، بسیار توضیحات خوب دادین، معلومات خوب مفید ارائه کردین برای بیننده ها. با اجازه شما این بحث با ابراز سپاس و قدردانی از جناب شما، از وقت شما، از توضیحات شما
و همچنان با امید این که افغانهای منور چی در حاکمیت، چی غیر حاکمیت، چی در داخل کشور و چی در خارج کشور، به شمول مرد و زن و جوانان و مسافدان، همه بر یک محور ملی جمع شوند و از خودخواهی ها، از قوم پرستی ها، قبیله گرایی ها، مذهب گرایی ها، البته مردم افغانستان همه مذهبی هستند تقریبا، حالا خود فکر کنم 99.99% غیر اگر چند سیک و هندوی اونا هم یک عقیده و مذهب و راهی دارن و دیگران. همه این افغانهای دلسوز به وطن، کسانی که حامی و طرفدار یک افغانستان واحد و مستقل هستند، میخواهند که در افغانستان یک عدالت محوری به وجود بیاید و هر شهروند افغانستان بتانه خود را در افغانستان من حیث صاحب همان سرزمین احساس بکنه و بدون کدام تشویش و تفرقه و جنجال زندگی بکنه. با این امید باسی این بحث را به اجازه شما جناب تاج صاحب به پایان میبریم. بسیار تشکر از جناب شما که وقت دادین و تشریف داشتین و توضیحات دادین. همچنان از بیننده های عزیز یک جهان سپاس که با ما و شما هستند و برنامه ها را تعقیب میکنند. تشکر. خداوند حافظ و ناصر همه شما.